رفقا چطورین؟ به نخدونی من خوش اومدین. برای پارت دوم ویدیوهای بلوتوسی آماده این؟ اگه پارت اول این ویدیو رو ندیدین میذارمش اینجا. نه نمیذارم، آخر ویدیو، تا آخر ویدیو بشینین نگاه بکنین. لینکشو میذارم آخر ویدیو، بعدش برین اون پارت اولش هم نگاه بکنین. آیدی اینستاگرام هم میذارم اینجا، برین حتما فالو بکنین که هر وقت من ویدیو جدید گذاشتم اونجا استوری میکنم که ببینید و بیاین ویدیو رو ببینید. پس بریم با هم دیگه ویدیوهای قدیمی رو نگاه بکنیم. قبل از اینکه بریم این ویدیوهای قدیمی بلوتوسی رو نگاه بکنیم حتما ویدیو رو لایک بکنین، سابسکرایب هم یادتون نره. برو که بریم ویدیوها رو نگاه بکنیم. کلیپ های امروز رو من از تو هاردم در نیاوردم، یعنی دیگه نداشتم که بیام به شما نشون بدم. این کلیپ ها رو میخوایم بریم توی پیج bluetooth.irani با هم دیگه نگاه بکنیم. یه چند تاشو با هم دیگه نگاه میکنیم. اگه دوست داشتین میتونیم بریم بقیه ویدیوهای قدیمی رو اونجا پیدا بکنین و ببینین و کلی خوش بگذرونین. خب بریم از اولی شروع بکنیم. یادش بخیر، این جزو اون اولین کلیپایی بود که با بلوتوث برام دیگه میفرستاده. دختره گیر داده به پسره، هر کاری پسره میکنه دخترم انجام میده. آخ آخ آخرش خیلی باحاله. چی شد پس؟ در بیار لباستو دیگه. یه سال چی شد؟ صدا نه. چی شد ازگل؟ خب بریم بعدی. توی خوابگاه افتاد تو کلش. کلیپ احساسی بود. یه بار دیگه. خیلی خوب بود. اوجی پشما، مدل موها رو ببین. یادتونه این مدل موهای سیخ سیخی مد شده بود؟ که پر رو بازی در نیام. خوب شد از اون دوران گذشتی. با چی بود اون مدل موها؟ خروسی و جوجه تیغی و اینا. من که حالا زیاد نمیتونستم ارزندامی داشته باشم. خب بریم بعدی رو ببینیم چیه. آقا محمد تو نری یا سفارش نکن، اونا هم بگی سر راه بیا. آره یه بنزین هم بزن سر راه. قربان دورو خدافظ. سر شما هم بیادا. برو قربان. آخر خلاقیت اون دوران بود دیگه. حیف اون موقع انقدر فضای مجازی جا نیفتاده بود که بخوان این ویدیوها رو انقدر پخش بکنن. همون موقع تو بحث بلوتوث هم خیلی خوب اینا وایرال می شدن. ها اینه. این کلیپ نمیدونم ساختگیه یا واقع، احتمال میدم ساختگی باشه ولی خیلی بامزه بود. این یه ذره حالت چیز داره دیگه، ساختگی طور داره. اون اصلا نمیخوره بهش که استاد اینا باشه. تو دانشگاه حالا اون انگولش میکنه یه ذره، فکر میکنه یکیه، سیلی میزنه، اونم پا میشه کلشو میکوبونه به دیوار. این چیه؟ یا خدا. چه شوخی هایی بود میکردن. خوب شد واقعا اون دوران تموم شد. چه شوخی هاییه. طرف خوابیده بود.
خب بریم بعدی رو ببینیم. مورتال کمبات مناطق محرومه. ها؟ رفت تو دیوار. آجی چه ادیت خفنی زدم با گوشی های اون موقع. باریکلا. آرنولد نمی دیرم که اومدم همه تونو بکشم درینه واقعنا رحمله یاختی آی یادش بخیر چه کلیپایی بود اون موقع درست میکردن. یا خدا. تور کویر دوره بلوتوث. از نشون میده از زمانهای قدیم تور کویر طرفدارای خیلی زیادی داشته. ماشاءالله. این دوتا رو یادتونه وسط دابزمش گرفتن پشت فرمون تصادف کردن چه جوری به فنا رفتن؟ حیف اون موقع این اینستاگرام اینا نبود، اینا معروف میشدن، با همین یه دونه تصادفشون کلی معروف میشدن و میتونستن کلی فالوور بگیرن. بریم ببینیم کلیپ رو. تفلکیه ولی خدا رو شکر زنده موندن، چیز خاصی نشد. دیگه شور تنبلی رو در آورده، وصل کرده شلنگ قلیون رو به پنکه. خوبه منظم تو فاصله زمانی منظم قلیون میکشه. آقا واقعا مدارس پسرونه اینجوریه بیچاره معلمات چی میکشیدن از دستمون. حالا ما مدرسه‌مون اینقدر بچه‌های شلوغی نداشت ولی بازم ما پدر معلم‌ها رو در می‌آوردیم. من نه بچه‌ها، من همکاری میکردم فقط باهاشون. نگاه پا شده وسط کلاس داره میرقصه. برو. چه بلی دنسی میره. وای خیلی خفنه. خب اینم از سری دوم کلیپ های خنده‌دار بلوتوسی و خاطره انگیزی که ما رو میبره به دهه 80، اون موقع که تازه گوشی های بلوتوث دار اومده بود. یادش بخیر اون زمان طراحی گوشی ها خیلی عجیب غریب بود، یعنی هر گوشی که میومد یه آپشنی داشت، یه طراحی خاصی داشت، یکیش گرد بود، یکیش مستطیل بود، یکیش بغلش پخ بود. نمیدونم یه مدل بود فکر کنم نوکیا این 76 میگفتن، حالا پیدا کردم عکسشو میذارم. من عاشق این گوشی بودم، الانم اگه یه نوعشو پیدا بکنم حتما میخرم استفاده میکنم. طراحی ها خیلی خوشگل‌تر بود. ولی الان دیگه همه گوشی‌ها شده ساده، یه صفحه بزرگ داره، نهایتا یه دکمه که اون دکمه هم دیگه الان همشون حذف کردن، فقط کلا یه دونه صفحه است، همشون شده شبیه هم دیگه. فقط تعداد دوربینای پشتشو عوض میکنن، حالت مورب میذارن، حالت مستطیلی میذارن، هر جور که بخوان فقط روی اون میتونن مانور بدن. ولی اون موقع واقعا گوشی‌ها خیلی قشنگ بود. بلوتوث هم که تازه مد شده بود، به هر کسی که میرسیدیم گفت آقا بلوتوثش رو روشن کن، یه دوستا کلیپ جدید بفرستم برو بشین حال کن. حالا ما میومدیم خونه مینشستیم نگاه میکردیم، کلی میخندیدیم. همون کلیپا رو یهو مثلا 10 دفعه 20 دفعه اینا نگاه میکردیم.
امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. شما هم اگه خاطره ای از اون دوران دارین، اگه مدل گوشی خاصی هستش که دوست داشتین داشته باشین، حتما توی کامنت ها بنویسین. مرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. لینک ویدیوی قسمت اول کلیپ های بلوتوثی رو حتما آخر ویدیو میذارم، برین حتما اونم ببینین. اونم کلیپ های قشنگی بود. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد.